اهل کتاب خوندن هستی؟ کی؟ من عاشق مطالبم، مخصوصا کارهای فروید، ویلیام فاکنر، ساموئل بوکوت، چاکل دیکنز، مخصوصا هوامر. ایرانی چطور؟ ایرانی هم مثل جرار مارا احمد، بزرگ عربی، خواجه نصیرالدین قوی. مهدی اخوان سالس. بهترین بیمه ایرانه. بابا طاهر. او که اصلا پدر خوبی نبود، جوری بچه‌هاش لخ میگشت، ایجور درش می آورد همه میدیدنش. اهلی شیرازی. نوبل آرا کرمانشاه کی بوده؟ عبید زاکانی. او که دیگه همه میشناسن، شهردار تهرانه. کارهای شکسپیر رو دنبال میکنی؟ آره، مخصوصا نمایشنامه آشپزیش، عمرت. رمان قدرت جلال رو خوندی؟ قدرت جرار همجز بازن؟ نظرت راجع به بینوایان چیه؟ هیچی ولا خدا کمکشان میکنه. کوری اثر ژوز ساراماگو. کوری؟ او که اثر خود رو نیچه. عین بچه گریه میکرد همش. اسمش فردریش بود ولی سیوره خوبی داشت. عجیب بود. جنایات مکافات. خدا لعنتشان میکنه. سرگذشت ندیمه. نه ولا اون دیگه ندیدم. مارکز. رفتارش با حیوانات خوب نبود، دنبال نمیکردم. تازه اغربم کز میداد نادرست. بابا لنگدرز اثر کیه؟ نمیدونم ولی اون لنگش دراز نبوده، یه جای دیگه بود نگفتن. بیا تا برات بگم. خیلی بیشوری. اثر خاویر باردم